خرجش حتی از یه بعد از ظهر تو مرکز استانبول کمتره. اینجا هیچ خبری از بوق ماشین نیست. هیچ وسیله موتوری اجازه ورود نداره. به دنیا. فقط صدای قدم زدن، دوچرخه‌ها و موتورهای برقی آروم که از کنارت رد میشن. همه چیزش انگار از یه دنیای قدیمیه. تو مسیر عمارت‌های چوبی با شکوه، درخت‌های تنومند و کوچه‌هایی که بوی تاریخ میدن. یه حس عجیبه، هم آرامش، هم نوستالژی. میتونی یه دوچرخه اجاره کنی، یه دور کامل جزیره رو رکاب بزنی. کنار دریا بایستی و به کشتی‌هایی نگاه کنی که میان و میرن. ظهر وقتشه یه ماهی تازه کنار ساحل می‌خوری. غذای ساده ولی با طعم دریا. و اگه اهل کشف باشی، بالا رفتن از تپه آیا یورگی و دیدن کلیسای قدیمی یکی از اون لحظه‌هایی که تو ذهنت ثبت میشه. غروب وقتی آفتاب پشت استانبول پنهون میشه، میفهمی چرا بهش میگن جزیره پرنسس. شب به یک شکل و روز به شکل دیگر. حالا پرنسس ترکیه قشنگ‌تره یا پرنسس شما؟